In the name of God, my name is مهدی شیرینزاده and I'm so happy because I'm here and I can teach you. به نام خدای مهربان، من مهدی شیرینزاده هستم، مدرس زبان انگلیسی در مؤسسات و یوتیوب. خداوند رو شکر میگم که امروز فرصت داد تا براتون درس 4 از انگلیسی 8 رو ضبط کنم و براتون تدریس کنم. هر سری من این قسمت‌های قبلی رو دیده باشید و پیشنهاد می‌کنم که برید ببینید. توی پلیلیست چنلم که شیرینزاده هستش میتونید برید ببینید. توی تخته که تخته الان اونور هستش تدریس میکردم، ولی امروز به ذهنم رسید که خب بیام مثلا همینجا بشینم خیلی راحت‌تر با یه زبان راحت‌تری باهاتون صحبت کنم و تدریس کنم. فکر کنم اینجوری بهتر باشه، هم برای شما هم برای من. همونطوری که توی قسمت‌های قبلی هم بوده، رسالت این آموزش‌ها این بوده که گرامر رو بهتون تدریس کنم. ترجمه‌هایی مثل صفحه مثلا 34 کتابتون اینو دیگه خودتون باید نوشته باشید. وقتمون رو نمیذاریم. وقت اصلا رو میذاریم روی چی؟ گرامر. تمرکزمون روی اینه که توی امتحان از این بیشتر هستش. بیشتر گرامر دیگه، ترجمه ندارید شما. و کلمات رو هم باهاتون کار میکنم. صفحه 35 کتابتون و بچه‌ها اینجا در مورد چند تا سوال و جواب بهتون میگه. من بهتون میگم، اصلا بهتون پوینت میدم، نشونه میدم که چجوری توی امتحان بهتر بتونید اینا رو بنویسید. Are you okay? Are you okay? اوکی هستی؟ مثلا تو ذهنتون این باشه. اوکی؟ Are you okay? اوکی هستی؟ No, I have a headache. نه، من سردرد دارم. headache. خب headache. ache میخوره به سرم. headache. من سردرد دارم. No, I have a headache. Are you okay? اوکی هستی؟ No, I have a headache. من سردرد دارم. اینجا میخواد مریضی ها رو بهتون بگی که آقا مثلا بگی که چجوری من مریضی دارم یا نه. Is she all right? All right هم همون معنی میده. اوکی یا نه. فقط انگلیسی داره شما رو میپیچونه اینجا. نه همونه. all right. اوکی اونم. او خانمم اوکی. No, she has a sore throat. گلو درد داره. sore throat. She has. No, she has a sore throat. Is she all right? اوکی آیا او خانم. فقط بچه ها نگاه کنید، اینو من هی میگم توی سوال وقتی گفته شی، شما هم با شی جواب بدید. این میشه نکته براتون توی امتحان، با شی جواب بدید. بعد is he okay. ببین اینجا باز اوورده با هی جواب داده. No, he has a backache. اون کمر درد داره. پس شد headache سردرد، sore throat گلو درد و backache کمر درد. و دوباره سوالا همونه. فقط بدونید برای he و she is میاد، برای you, we, they, are میاد. Are you, are we, are they, is she, is he. این هم برای سوال ساختنش. اینو همیشه یادتون باشه. اگرم بخوایم جابجا کنیم بچه نگاه کنیم، مثلا میگه she is alright. اون خوبه. she is okay. اون اوکیه. he is okay. ولی وقتی اینا رو جابجا میکنیم سوالی میشه. بعدی what's wrong. مشکل چیه؟ what's wrong. مشکل چیه؟ I have a toothache. من دندون درد دارم. what's wrong. مشکل چیه؟ wrong یعنی چیه؟ ببخشید مشکل. what این چیه؟ مشکل چیه؟ I have a toothache. من دارم. ببین ما تو فارسی میگیم سر درد دارم، دندون درد دارم. این انگلیسی میشه I have به معنی داشتنه. What's the matter. بیشتر این بچه‌ها بعضی جاها تو فیلم‌ها مخصوصا مثلا اینجوری معنی میده چه مرگته. خب چه مرگته. What's the matter. چی شده؟ چه مرگته؟ مشکل چیه؟ باز همون معنی رو میده. He has a running nose. آبریزش بینی داره. He has running nose. شاید اینجا بگی که مثلا خب چرا برای what's wrong شده I have، برای what's the matter شده he has. بچه‌ها کلا داره میگه مشکل چیه، نمیگه که مشکل تو چیه. میگه what's the matter. مشکل چیه. این ما دیگه به تو میخواد اشاره کنه what's the matter چه مرگتی دیگه کاری نداره، ولی کلا میگه که مشکل چیه. خب حالا مشکل میتونه خودت باشه یا بقیه باشه. میگیم they have running nose. اونها دارن آبریزش بینی، نه آنها دارن. بعدی what's the problem. بازم همین. مشکل چی؟ wrong, matter, problem. سه تاشون میشه مشکل. I have the flu. من آنفلوانزا دارم. He has the flu.
She has the flu. We have flu. They have flu. آره همش رو میتونیم بگیم. اومده پایینش اون مریضی ها رو گفته دیگه. headache سردرد، sore throat گلو درد، toothache دندون درد، earache میشه گوش درد، running nose آبریزش بینی، یارو شبیه اون یکم مشکل داره، backache کمر درد، sore eyes این نمیدونم چی میگن توی فارسی، این آبریزش چشم میشه، چی میشه این؟ سوزش چشم، شاید این بشه سوزش چشم. و سامک شکم درد. پس بچه ها ایریک و سامک جدید بودن دیگه این و سور آیز سوزش چشم اینا جدید بودن. اینم از این. بریم صفحه بعدی که صفحه 36 هستش، اینجا براتون میارم. صفحه 36 اینجا بچه ها میخواد بگی آقا مثلا من این مشکل رو دارم، بعد شما بگی که خب چرا این کارو نمی‌کنی، یه راهی براش نشون بده، یه نصیحتی بکنی. مثلا من میگم که شکم درد دارم، میگی خب چرا دکتر نمیری؟ دستم درد میکنه، برو یه مثلا چه بدونم استامینوفن بخور دردش بخوابه. اینطوری داری یه نصیحتی میکنی. خب حالا اینجا رو گوش کن. I have a headache. من یه معذرت خواهم، من سردرد دارم. Why don't you get some rest? چرا یکم استراحت نمی کنی؟ Why don't you get some rest? بچه ها میبینید don't اومده، don't منفیه دی do notه. خب اینجا بدونید که فعل منفی میشه، نمی کنی. چرا استراحت نمی کنی برای ترجمهش؟ این هم باز امتحانیه ها. I have a sore throat. من گلو درد دارم. You should see a doctor. تو باید یه دکتر ببینی یا دکتر بری. You should. بچه‌ها هر موقع خواستید به یه نفر نصیحت کنید تو انگلیسی بگید you should. He should. She should. should به معنای باید، اما نصیحت طوره. یعنی برای امتحانتون اگر هر کدوم از این مریضه اومده بود گفته با این نصیحت بنویس، شما بنویسید you should یا he should. مثلا میگه که he has a sore throat، اون یه گلو درد داره، بگید he should see a doctor. اون باید یه دکتر ببینه. خب I have a cold. من سرما خوردم. I have a cold این نیست من یه سرما دارم، یعنی سرما خوردم. حالا میگه you should rest. باز اینجا از should استفاده، تو باید استراحت کنی. I have a toothache. من دندون درد دارم. Go to the dentist. برو تو چیز دندان پزشک. Go to the dentist. دستور میده برو. یا میتونی بگید you should go to the dentist. تو باید بری چی؟ دندان پزشک. I have a running nose. من آبریزش بینی دارم. Why don't you see a doctor? مثل اولی است. حالا میگه که چرا یه دکتر نمیبینی؟ نمیبینی. Don't نمیبینی. Don't you get چرا نمیری؟ نمیری. خب این از این. و بچه‌ها پایینش رو می‌بینی اسپل کردن رو بهتون یاد داده. اسپل کردن کلا اینه. Can you spell it؟ حالا مثلا چرا Can you spell مهدی؟ MAHDI. میاد حروف به حروف میگه. تمام همین، چیز دیگه ای نداره. خب این بود از بچه‌ها گرامر درس 4 شما، هیچ چیزی نداشت. حالا بریم کلمات آخر صفحات، کلمات آخر صفحات درس 4. بذار ببینم صفحه چند میشه برای شما. صفحه 76 که این صفحه است. 76 Listen for my health. سلامتی من. health میشه سلامتی، my میشه مال من. patient, cold, headache, sneeze, backache, have a temperature or have a fever. فرقی نمیکنه. toothache, hospital, stomach. برای نوشتنش حالا stomach cake یا stomach. doctor, sore eyes, nurse, sore throat, druster, running nose, mumps and meals. بریم از اولش بخونیم و تکرار، بعد من تکرار کنید بچه با صدای بلند. patient. patient. patient میشه صبوری. patient صبوری. خب patient.
کو بچه فکر کنم پشن یه معنی دیگه میشه و فکر کنم آلزایمر میشه. آره پشن میشه فکر کنم آلزایمر فکر کنم الان چون پتینت یا پشن فکر کنم آلزایمر میشه. من یه اشتباه اینجا دارم قاطی کردم پشنت یا پتینت اینجا رو قاطی کردم و میگم فکر کنم آلزایمر چون بیماری آلزایمر میشه. کو سرفه کردن بعد من تکرار کنید کو کو I have a co من سرفه دارم باشه headache I have a headache بعد من تکرار کنید headache سردرد sneeze عطسه کردن I have a sneeze من عطسه دارم backache I have backache من کمردرد دارم اگرم نداری میگی I don't have don't میاری من ندارم have a temperature یا fever این temperature میشه دماسنج این دماسنجی که میذارن داشتن یه دما گرفتن میگن چی میگن همیشه چیزی fever هم همونه temperature و fever با هم دیگه است toothache تکرار کنید toothache دندون درد I have toothache hospital میری اونجا کجاست وقتی که مریض میشی کجاست بیمارستان hospital stomach نوشتنش الله دو مدله stomach چی میشه شکم درد شکمشو گرفت doctor تکرار کن doctor میشه دکتر sore eyes سوزش چشم nurse تکرار nurse میشه چی پرستار دکتر nurse پرستار خدا میدونه الان چقدر آدم که این ویدیو رو نگاه میکنن رویای دکتری و پرستاری دارن و انشالله که همتون به هر آنچه که میخواید برسید. یه چیزی بهتون بگم بچه‌ها نرسیدن نداریم اصلا اگر وجود دارد یعنی چی نرسم چی میتونه باعثش بشه به قول قرآن که خود خدا میاد درس انگلیسی حالی خب شما هم اشکالی منه که بهتون بگم به قول قرآن میگه که کیست که ما اون رو بکشیم بالا و بخوان اون رو بکشن پایین و کیست که ما بخوایم اون رو بکشیم پایین و اونا بخوام بکشنش بالا کیه که این کارو کنه ما بیاریمش بالا تو بیاری پایین تو چجوری میخوای بیاری ما داریم میاریم بالا به قول برایان اعتماد با خدا باشه پادشاهی کن همین فقط براتون صفحه بعدی 78 کلمات sore throat بعد من تکرار کنید sore throat بعضی میگه این سه چجوری تلفظ میشه TOH بچه نگاه نوک زبون میخوره به دندون پشت دندون بالایی سه sore throat که میشه در drug store که میشه چی داروخانه کمیستری هم میشه دیگه running nose آبریزش بینی running nose میشه خودش دماغ میشه بینی میشه mumps باد کردگی این بادی که میاد measles که میشه کنم چی میگم بهش توی فارسی حساسیت پوستی فکر کنم یعنی حساسیت آره یا حساسیت کنم measles بشه حساسیت فارسیشو درک نمیدونم این بود بچه درس 4تون عاشقتونم به همین راحتی امیدوارم که تو امتحانتون بهتر کنید من 8 رو تدریس کردم 9 رو هم دارم تدریس میکنم مثل همین تا درس آخرش برسه تو کانال همیشه هست که شما به راحتی استفاده کنید عاشقتونم هر جا که هستید در پناه الله یکتا باشید تا فایل بعدی و ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون